یه ویدیو دیگه. امروز اومدیم با آموزش ساخت یه ربات توی ماینکرافت. Let's do this. بریم که رفتیم. اول لوت بلاک این شکلی میذاریم و یکی البته از پشت باید بذاریم. اینا همه برای خوشگلیه بدونید. خواهیم ربات بسازیم و خوشگل هم باشه نه که مثلا صورتشه. بعدش یکی نه بسین یکی میذاریم جلوش که خوشگل باز در بیاد. ما خیلی هم خوشگل دوست یکی اینجا بعد یکی هم اینجا و یکی اینجا میذاریم. بس یکی اینجا نه از اینجا یکی اینجا دوباره یکی هم اینجا. ببینید دیگه خودتون یاد میگیرید دیگه. نکنه سریع رباتی که دو تا دست داره خود گیرمون بده. بله و رباتمون ساخته شد. بعد این دوتا این دسته رو گیر کرد. این دسته رو این شکلی و این شکلی فرو میکنیم. بله این شکلی نابود میکنه. یادم یه جوری هم میتونم خاموشش کنم. بذار اینو بگیرم. همین که اینا رو بذارم داخلش باید اینو بذارم. بعد خاموش. نه خاموش نمیشه دیگه بچه. یا فهمیدم یادم اومد که و خاموشش کنم. همین هرچی هم دلتون بخواد بذارید بعد این میذاسی روز گذاشتم. نکنه من اینو میذارم من پرتون کنم اینو بذارم. نه خاموشش میکنه. تا ویدیوی بعدی گود بای.